اتصالیمون 100% بعد از تبدیل AC به DC اینا خراب نمیشه، مگر اینکه همونطور داریم میبینید دچار شورتی و اتصال کوتاه شده. اما این پایه شما دوتا مقاومت خیلی کم آه میبینید که خازن پلیستری که اینجاست روی تست ولتاژ میذاریم. سلام دوباره به شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون هر جا هستین عالی باشه. امروز یه دونه برد سویچینگ داریم، همونطور که از کاور و تایتل ویدیو دیدین. بر اثر در واقع تغییر کلید از حالت 110 از 220 ولت به 110 AC که در واقع 110 متعلق به کشورهای معمولا اروپایی غالبا که برق شهریشون 110، ولی برای منطقه ما به ویژه ایران 220 ولت. این حالت تغییر دادن و دچار اتصالی هر مشکل دیگه شده. معمولا تو این حالت قسمت سویچینگ ضربه میخوره. خب میریم برای شروع، برای تست. خب از این قسمت اینجا یه دونه فیوز داریم که فیوزها رو معمولا از من خواسته بودین که بهتون بگم در واقع فیوزها رو بر چه مبنایی آمپرشون رو مشخص میکنم. باید بهتون بگم که غالب اوقات فیوز رو بر اساس اون مصرفی که اون برد در واقع مقدار جریانی که از ورودی میگیره معمولا فیوز رو مشخص میکنم. برای بعضی دستگاه آداپتورهای معمولی شاید 2 آمپر کنیم تا 2 آمپر باشه، برای بعضیشون 5 آمپر تا 10 آمپر هم داریم، بسته به نیاز دستگاه است. قطعات الکترونیکیه، معمولا توی دستگاهایی که در واقع خروجی جریان بالایی دارن از آمپر در واقع فیوز ورودیش آمپر بالایی رو داره. میریم برای تست. منبع مولتیمتر رو حالت بازر میذاریم. خب فیوز رو تست میکنیم. اینجا یه دونه فیوز داریم همونطور که میبینید، شیشه ای هم هست. فیوز بوق میزنه. این یه معنی رو میده، اینه که ما اتصالیمون 100% بعد از تبدیل AC به DC بعد پل دیودین اتفاق افتاده و در واقع قبلش مشکلی نداره. ما اینجا 2 تا خازن داریم و یه دونه سلف که اینجا میبینید. من تو ویدیو مختلف در این باره صحبت کردم، ویدیویی که در رابطه با تعمیر بردهای پاور هست. این 2 ترکیب خازن و سلف معمولا نویزگیره و اوجاج برق ورودی رو میگیره تا حدودی و یک ولتاژ صافی رو میده به پل دیودی. خب اینجا ما پل دیودی داریم، شما همتون میشناسین قطعه رو، که در واقع همونطور که میبینید 2 تا پایه وسط AC برق ورودی زده و منفی مثبت خروجی DC مونه بعد تبدیل داریم. توی بردهای قدیمی و یا بردهای خیلی معمولا از 4 تا دیود اکسوزات استفاده میشه برای عمل تبدیل، ولی خب برای اینکه جا گیری کمتری داشته باشه و سرعت بالایی هم داشته باشه از این حالت استفاده میکنن. خب پس ما به این خازنایی که اینجا هست کاری نداریم، اینا خراب نمیشه مگر اینکه بر اثر رطوبت پایه‌هاشون و یا لیم سردی پایه‌هاشون از روی برد جدا شده باشه. وارد پل دیودی میشیم. خب 2 تا پایه وسط که ورودی برقمونه، مشکلی نداریم. پایه 2 تا پایه 1 و 2 رو و 3 و 4 رو نسبتاشون رو با هم اندازه میگیریم. بله هیچ مقداری رو نشون نمیده، پس میشه گفت که احتمال خیلی زیاد پل دیودیمون سالمه. ولی خب نمیشه که پل دیودی سالم، ممکنه دیودی که داخل این در واقع پل دیودی هست که همون دیودای یک سوزا هستن فرقی نمیکنه، ممکنه که در واقع دچار مشکل شده باشن و اصلا نیمسوز شده باشن و اون مقداری که حالا عادی به ما میدن رو نمیدن. پل دیودی رو ما از مدار خارج میکنیم چون اتصالی به خاطر عمل تبدیل انجام شده. ممکنه بعیده ولی خب ممکنه دیودمون هم دچار مشکل شده.
میتونیم با استفاده از هویه در واقع پایه ها رو احیا میکنیم، چرا که این پایه ها به اثر دمای زیادی که این بورد داره به مرور زمان خاصیت خودش از دست داده و دیگه به این راحتی ها با هویه معمولا آب نمیشه. از خمیر در واقع قل جدید و مقداری هم خمیر فلکسی یا روغن لحیم استفاده میکنیم برای احیا کردن قل در واقع که روی بورد هست. کاملا مشخص این قلی که روی بورد هست سفته، به زور در اومد پل دیودیمون. خب این پل دیودی رو میبینید شما اینجا با مولتیمتر چک میکنیم. مولتیمتر رو حالت تست دیود میذاریم و پایه ها رو نسبتاش رو با هم دیگه اندازه میگیریم. تست دیود رو حالت اتصال کوتاه شما این مقدار رو در نظر بگیرید. بله همونطور که میبینید مقدار 530 رو به ما نشون میده. در واقع این مقدار درسته و در واقع اوکیه. همونطور که میبینید حالت تستش باید به این صورت باشه که همونطور که میبینید دیود از یه سمت و جریان عبور رو در سمت دیگه بلاک میکنه و نمیذاره عبور کنه. تو این حالت به این حالت باید تست کنیم که پایه مثبت دیسی مون پراپ منفی رو میذاریم، پراپ مثبت به یکی از پایه های در واقع AC میزنیم و همین حالت رو انجام میدیم ولی به صورت معکوس، به صورتی که قسمت منفی پل دیودی باید پراپ مثبتمون باشه. حالا اگر پراپ رو جابجا کنیم میبینید که مقداری رو اصلا نشون نمیده. خب این دیود سالمه، همینطور که میبینید کدی که روش زده GPU 808 احتمالا باید 800 ولت 8 آمپر باشه. خب روی بورد میذاریم، مثبت منفیش حواستون باشه که اتصالی پیش نیاد. یه پایه رو لحیم میکنیم که نیفته از اون کار و شروع میکنیم به لحیم کاری باقی قطعات. خیلی خوب، بریم برای ادامه کار. خب برق وارد این دوتا خازنی که اینجا هست میشه. از من پرسیده بود، یکی از دوستان از من پرسیده بود که این خازن نقششون چیه روی در واقع بورد و چرا استفاده میشه با این ظرفیت در واقع ولتاژی بالا. ارزم خدمت شما که و در این که این خازن استفاده میشه، این خازن تقریبا مثل باتری در واقع به عنوان منبع تغذیه کمکی استفاده میشه. اگه این نباشه روی بورد، به محض اینکه شما حالت عادی دستگاه روشن میشه مشکلی نداره، ولی به محض اینکه از خروجی شما در واقع ولتاژی رو میگیرین و زیر بار میره، هر چندم ناچیز این دستگاه خاموش میشه، کلا برقش افت میکنه. این خازنا رو میذارن که در صورتی که کم آورد اصطلاحاً برق مورد نیاز رو از این خازنا بگیره. این IC اصلی موند و قسمت سویچینگ و مال سویچینگ دچار اختلال و مشکل نشه. کاملا ساده گفتم طوری که شما دوستان هم متوجه بشین. خب بعد از وارد شدن به این خازنا میره تو پایه، یکی از پایه های این دوتا ماسفت یا ترانزیستورهای قدرتمون در واقع، و به واسطه آیسی که اینجا هست اینا پایه های تحریکشون که پایه بیس هست کنترل میشه و در واقع ارتباطش با این قسمت سویچینگ، این قسمت ترانسمون برقرار میشه و با
تغییر فرکانس ما خروجی سمت دیگه ترانس رو داریم که دوباره بعد از اینکه DC به AC تبدیل میشه، معمولا تا حدود همون 12 ولت خروجی اون به صورت AC، ولی بعد از اینکه به AC تبدیل شد در واقع وارد پل یه دونه دیود اینجا هست، این دیود، و دوباره به DC تبدیل میشه، میره داخل این سیم پیچ، در واقع جریان رو تو خودش ذخیره میکنه، نه ولتاژ رو، و میره تو این خازنا. این خازنا ولتاژ رو ذخیره میکنن برای که در واقع همون نقشه خازنه که اینجا داریم رو دارن، و در نهایت خروجی. کاملا ساده گفتم که شما دوستانم متوجه بشین. حالا بعدا اگه بردی اومد که قسمت سویچینگ آیسی تقلیه‌اش هم مشکل داشت، آیسی سویچینگمون مشکل داشت، اون ویدیو رو هم حتما ضبط میکنم که مراحل ارزیابی و تعمیر این قسمت هم شما ببینید. خب بریم برای ادامه کار. اینجا دو تا ترانزیستور قدرت داریم که معمولا اینا خیلی آسیب پذیرن، معمولا از نوع 13009. خب تست میکنیم نسبت پایه ها رو. بله پایه احتمالا باید بیس و کلکتورمون باشه که اتصال نشون میده. ظاهرا همین یکی سوخته، ولی خب اتصالی پیش اومده. اینجا یه دونه دیود هم داریم که پایش سوخته. خب بهتون نشون بدم. اینجا همونطور که میبینید دوستان یه دیودمون این قسمت پایش سیاه شده و حالت اتصالی پیش اومده براش. اینجا هم یه دونه مقاومت کم اوم و وات بالایی داریم که در واقع این هم از این قسمت موادش زده بیرون، در موادی که نداره ولی خب زخمی شده بر اثر اتصال. اینجا همونطور داریم میبینید. یه دونه هم عین همین اینجا داریم که مختص این ترانزیستور، این که اتصالی نداشت، این هم ظاهرا سالمه. ولی خب ما دوتا ماسفت ها رو از دوتا ترانزیستور ها رو از رو کار بر میداریم. اگر اون یکی هم سالمه و احیانا اصطلاحا نیم سوز شده و دچار مشکل شده، اونم تعویض کنیم که دوباره برای مشکلی پیش نیاد. بعضا پیش میاد که در واقع ترانزیستور با یا ماسفت ها همونطور که دیدین برای پل دیودی، یادم رفت بهتون بگم، در واقع مواقعی پیش میاد که ظاهرا سالمه و بوق نمیزنه و اون مقدار 500 که شما رو پل دیودی دیدین ممکن وقتی که قطع معیوب باشه در واقع بین 100 150 رو بهتون نشون میده که این مقدار دقیق نیست و در واقع اون قطعه از کیفیتش کاسته شده و شاید اگر تعویض نکنید جواب بده مرور زمان اونم میسوزه. پس بهتره که اگر یک لحظه شک دارین و ممکنه که در واقع دوباره دستگاه از کار بیفته اونم تعویض کنیم بهتره. پس تا اینجا یاد گرفتین که حتما قطعه سالم هم تست کنین و سالم بودن قطعه رو از نظر ظاهری و یا از نظر اندازه گیری ملاک قرار ندید. قرار نیست حتما بوق بزنن قطعات، بعضا ممکنه که از کیفیت قطعه کاسته شده باشه و اون کاری که باید بهتون نده. خب من این دوتا ترانزیستور رو از مدار خارج میکنم و میریم برای تستشون. خیلی خوب، میریم که دوباره با بازر تست کنیم. بله این یکی همونطور که می‌بینید پایه اول و دومش دچار شورتی و اتصال کوتاه شده، اما این پایه این قطعه
بله، همونطور که بهتون گفتم این قطعه که پایه اول و دومش دچار شورتی شده. همونطور که میبینید مقدار این دوتا رو که با هم دیگه متصل میکنم این مقدار نشون میده و پایه اول و دوم هم همین مقدار. این قطعه که سوخته کلا. اما این قطعه شما همونطور که دارید میبینید مقدار تقریبا 200 تا نشون میده روی مولتی متر. این پایه اصلا با هم راه نمیره. این پایه از دو جهت داره این مقدار رو بهمون نشون میده که این در اون مورد مشکوکیه. من برم دوتا ترانزیستور مثل این بیارم. خب دوتا ترانزیستور قدرت آوریم 13009 بریم برای تست. قطعه که مشکوکه میذاریم کنار، اینا رو دوباره اندازه میگیریم. اگه این در واقع اگه این هم حالت برشون پیش اومد که یعنی که این هم مشکلی نداشت. بله، همونطور که میبینید دوستان این دقیقا همون چیزی بود که بهتون گفتم. اتصالی نداره ولی مشکل داره. اینجا میبینیم که من این مقدار رو که این ساختار داخلی ترانزیستور برای ماسفت تا حدودی دیوده، اینو در نظر داشته باشین. ولی خب عمل سویچ زنی رو انجام میدن و پایه تحریک دارن. با این حال مثل دیود تست میشه. شما از نوع منفی اینا، شما پراپ مثبتتون رو پایه اول یا احتمالاً بیس میذارین. بله، پایه بیس میذارین و اینا به پایه دیگه مغایرت میدین و همین حالت میبینید که مقدار ببخشید شما نتونستیم ببینید. اینجا دوباره اندازه میگیرم پایه اول، پراپ مثبت به پایه اول و اینجا هم به این حالت. شما مقدار 540 و 580 رو میبینید که در واقع تغییر میکنه. به این حال اینم همین حالت تست میکنیم. بله، این دوتا سالمه، در شکی نیست. اما این قطعه بله همونطور که میبینید ارتباطش کاملا با این پایه سوم قطعه و به پایه در واقع دوم هم مقدار خیلی کمی رو نشون میده، زیر 200. این سالمه. اگه ما این رو جا به جا کنیم من این مقداری نشون نمیده، فقط تو این حالت نشون میده، تو این حالت نشون نمیده. اما این قطعه که سوخته بذاریم کنار اشتباه نشه، این دوتا سالمه. اما اینی که معیوب بود دوستان با همین حالت میبینیم مقداری نشون میده، جا به جا که میکنیم بازم نشون میده. این قطعه اینم با اینکه بوق نمیزنه همونطور که میبینید ولی معیوبه. اینم نکته جالبی بود، خوب بود که این اتفاق در واقع تو این ترانزیستور افتاد و در واقع یه مشکل نادری رو ما توی این ترانزیستور دیدیم. خیلی کم پیش میاد اتفاق بیفته، اینو یادتون باشه. ولی با این حال اگر دیدین که دو تا از ماسفت یا ترانزیستور قدرتتون در واقع از کار افتاد، شما اونی که سالمه هستم تست کنید. خب ببینید سر وقت این ترانزیستوری که اینجاست، ببخشید مقاومتی که اینجاست، مقاومت هم از روی کار ما خارجش میکنیم، همونی که اتصالی داشت. این دوتا دیودی هم که پایه هاشون البته یه دونه دیوده که پایش در واقع اتصالی شده بود هم از روی کار بر میدارم. بله همونطور که میبینید اینجا سیاه شده برای مقاومت و اینجا هم سیاه شده برای دیوده که این مقاومت و دیود و این ماسفتی که سوخته بود با هم یکی هستند و این دیود و این مقاومت هم با این ماسفت. خب ما اینا رو هم از رو کار بر میداریم چون ماسفتش هم اون ماسفتی که ظاهرا سالم بود هم در واقع مشکل داشت. پس ما مقاومت و دیود تو مسیر اون هم از روی برد خارج میکنیم، تست میکنیم دوباره. اگه سالم بود میذاریم سر جاش.
خیلی خوب. اینجا ما مقاومت رو میبینیم که اینجا دو تا مقاومت اتصالی کرده بود و مشکوک بودیم. دوباره من این دیود رو چک میکنم، میذارم رو دیود. مقاومت 100% سوخته، همونطور که داریم میبینید. پوستش کنده شده و در واقع خال زدگی داره. اینو میذارم کاملا کنار اون دوتا ماسفتی که اتصال کرده بود. اینا که سالمه بذاریم کنار این دوتا. خب دیود رو تست میکنیم. پراب منفی قسمت خطدار میذاریم، مولتیمتر حالت دیود میذاریم، تست میکنیم. مقدار 500 رو بهمون نشون میده. معکوسش چیزی رد نمیکنه، پس اینم درسته. اون دیود دیگرمون اینم همینطور حالت معکوس، چیزی عبور نمیده. خب اینجا این مقاومت در واقع قهوه‌ای مشکی، قهوه‌ای سبز مشکی داریم که تقریبا فکر کنم 15 اوم باید باشه. قهوه‌ای سبز مشکی که 15 اوم باید باشه. ببینن رو حالت مقاومت، تست مقاومت، آیا مقاومت افزایش پیدا کرده؟ 47 اوم، کیلو اوم رو بهمون نشون بده. اجازه بدین 47 کیلو اوم رو بهمون نشون میده که این مقدار خیلی زیادیه. اجازه بدین من دیتا شیت این در واقع آیسی رو، ترانزیستور رو در بیارم. 13009 ترتیب پایه‌اش بدونم خودمم. خب پایه شماره 1 بیس، 2 کلکتور و 3 هم امیتر. منطقی. خب عرضم به خدمت شما که دوستان این مقاومت در واقع ظرفیتش افزایش پیدا کرده. شده 47 کیلو او، در صورتی که نباید این حالت باشه. معمولا تو مسیر پایه بیس یا ولتاژ در واقع ولتاژ بالایی بهش اعمال میشه و این مقاومت هم در واقع مقدار کمی رو دارن، فقط توانشون بالاست، یعنی وات بالا، تحمل زیادی دارن. وگرنه پایین نزدیک 48 اوم بهمون، کیلو اوم بهمون نشون میده. حالا کیلو اومش رو شما بتونید ببینین که 47 کیلو اوم بهمون، 49 کیلو اوم بهمون نشون میده که این مقدار خیلی زیادی. اجازه بدین من یک بردی رو بیارم. خب دوستان یه برد دیگه آوردم. اینا میبینید شما برد همینطور که میبینید، چیز بهتون نشون بدم. این برد همینطور که میبینید اینم به همین حالت 13009 رو داره. خب اینجا شما دوتا مقاومت خیلی کم اوم میبینید که قهوه‌ای خاکستری در واقع نقره طلایی داریم که در حد زیر 1 مگا اوم، زیر 1 اوم حتی هستن، ولی تمام توانشون بالاست. اینم میبینید از پشت در واقع اینجا اگه باشه این دوتا پایه است، همونطور که داریم میبینید میره داخل پایه اول این ترانزیستور. از این قسمت میاد میره توی پایه اول. برای اینم همین حالته، اینجاست میاد. این دوتا پایه است، ببینید شما هم خیلی خوب میشه. اینجا این دوتا پایه است که میبینید که میاد توی این پایه اول این ترانزیستور. این مقاومت که اینجاست اینم سوخته، مثلا من ماسفت در واقع ترانزیستور توی بخش هم سوخته. این دوتا مقاومت هم همین نقش رو داشتن، ولی همونطور که میبینید در واقع بر اثر اتصالی که پیش اومده مقاومت ها سوختن، در واقع دچار مشکل شد. خب دوستان
مقاومت 15 اوهمی. خب 15 اوم اینجا ما داریم. حالا 16 زده بود، خاطر ضریب خطاش بود. خب مقاومت ها رو ما روی کار میذاریم. خیلی خوب، ترانزیستورای سالممون هم میاریم و اینا رو هم از روی بورد عبور میدیم. خیلی خوب، حالا میریم برای لحیم کاری. حتما به روغن لحیم و یا همین فلکسی این پایه های قطعاتی که میزنین رو آغشته کنید، چون که این قلی که روی این بورد هست یا کلا از یک قل بی کیفیت استفاده شده و یا اینکه به مرور زمان اتفاق افتاده. من واقعا سخت میتونم به هم لحیم بزنم، مگر اینکه حالا هویتون دماش بالا باشه، که تو این حالت ممکنه مسیرهایی که در واقع روی بورد هست هم بر اثر دما در واقع کلا کنده بشه. پس از همون قل استفاده کنیم بهتره. پایه‌ها جوری دوستان لحیم نکنیم که زیادی بیاد بالا. میدونی چی میگم؟ بخواد مخصوصا موقعی که قطعات تازه عوض میکنیم یا ترانزیستور نو رو میذاریم، پایه‌هاش این موقع بلند، پایه‌ها موقع بلند نباشه که وقتی قاب میبندین رو کف این قابی که اینجاست بچسبه به اتصالی. خب همینطور که میبینید قطعات ما جاز در آوردیم و همینطور که میبینیم بر اثر جابجایی کلیت این مقاومه، این دیود ترانزیستور خازن پلیستری که اینجاست خال زدگی پیدا کرده. همینطور که میبینید یه نقطه حالت ورم کرده اینجا. حالا بهتون نشون میدم. اینو باید تعویض کنیم. در واقع اینا تو مدارات تغذیه معمولا برای اینکه ولتاژ رو کاهش بدن تا بشه یک آیسی و یک درایور رو اندازی کرد استفاده میشه. در واقع تا حدودی نقشه یک دونه مقاومت داره یا خب مقاومت نیست، فرق میکنه. معمولا تو مدارات در واقع محافظتی مثل مدار در واقع محافظ برق که اگه دیده باشین تو کلیپ ها و یا اینکه ویدئویی که من دارم دیده باشین، این خازنه رو استفاده میکنن معمولا برای اینکه ولتاژ ورودی رو به ولتاژ تا حدودی 100 ولت 90 ولت کاهش بده، برای اینکه در واقع بشه آیسی
تایمر داخل دستگاه رو راه اندازی کن. البته نه با اون ولتاژ، باز بعد از اونم کاهشی، یه سری موارد کاهشی هست، در واقع تعادل جریان هم کاهش میده. همونطور که میبینید خال زدگی داره این قسمت، در واقع بر اثر تبدیل ولتاژ احتمالاً باید این اتفاق براش افتاده باشه. مقدارش هم در واقع 225 400 ولت زده، 225 میشه 2 دهم ماکروفاراد. و ببینیم داریم مثل این مقدارش کمی، مقدارش سخت پیدا میشه. این هست همونطور که میبینید کمی بزرگه. من به تغذیه که دارم اینم همینه. اندازه بگیریم این چنده مقدارش. را تست خازن میذارم. اینا خیلی کمتر پیش میاد بخواد در واقع منفجر بشن یا مواد چیز بشه، ترکی دیگه خیلی کم پیش میاد توشون. معمولا تو همین حالتی که ظرفیتشون تغییر میکنه که خراب بشن، و یا چیزی که من اینجا بهتون نشوندم یک گوشه‌اش رو موادش میزنه بیرون، زیاد به چشم نمیاد، فقط باید دقت کنید. اصلا این کلا خراب من تو مجموعه هم داشتم، مقداری رو نشون. بله 2 دهم ماکروفاراد در واقع پارامتر ماکروفارادم شما این قسمت اینجا میبینید. من رو حالت نانوفاراده دارم، خاطر اینکه توی در واقع پالت های قطعات هم بوده، پایاش کمی در مجاورت هوا قرار گرفته و کثیف شده، برای همون چی رو بهمون نشون نداد. دوباره پایاش رو لحیم زدم، اندازه میگیم دوباره. بله همونطور که میبینید 2 دهم ماکروفاراد. خب همینه من جایگزین این خازن قبلیمون میکنم. اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومد حتما لایک رو بکوبین. تو کانال یه سری ویدیو تعمیراتی دارم، البته درباره خیلی از قطعات الکترونیکی من اونجا ویدیو دارم توی کانال، همه رو به صورت پلیلیست در آوردم. هر کدوم که دوست داشتین و علاقه داشتین و توی ایده کاریتون بود میتونین برین ببینین. اگر نظری پیشنهادی هم داشتین حتما توی کامنت ها بگین، 100% جواب میدم. کانال اینستاگرام هم دارم، میتونین برین اونجا رو فالو داشته باشین، کار جالبی رو اونجا میذارم. خب خازنم حالا ما لحیم بهش میزنیم. پایش کدوم بود؟ خیلی خوب. قطعات خرابمون یک کناری میذاریم، بریم برای تست. خب میزو کمی خلوت کنیم ببینیم چی به چیه. خب دوستان اینجا ما یه تستر برق داریم که در واقع
روش ساختش و اینکه به چه دردی میخوره توی کانال دارم، میتونید برید ببینید. اینا برای اینکه محافظت بشه از در واقع جلوگیری بشه برای از اتصال کوتاه شدن توی مدار موقع تست. حالا ببینیم فاز نورش کجا میفته. خب به محض که اگه اتصالی توی بورد باشه و مشکلی پیش اومده باشه، این در واقع لامپی که اینجا داریم ثابت روشن میمونه و اینکه تون چشمک میزنه، یعنی اینکه هنوز توی مدار ما اتصالی رو داریم. خب من به برق میزنم، شما حواستون به این لامپ باشه. بله دستگاه این لامپ روشن شد ولی با نور کمتر. همطور یه لحظه روشن در واقع پر نور بود ولی در واقع به سرعت نورش کم شد. دلیل اینکه نورش در واقع هنوز روشنه به خاطر اینه که مدار در واقع داره جریان بالایی رو از ورودی میگیره و در واقع این جریان بالا کلید 110 رو ما تغییر ندادیم، نه؟ که رو 110 کلید دوستان، به جای که رو 220 باشه روی 110. اگر ببینید اینجا رو 110 خوب شد که ما لامپ تست رو زدیم و به 220 ولت. حالا ببینید نورش کمتر شد، بردیم رو 220 ولت، در واقع نور کمتر شد. و اگر ما بدون این لامپ در واقع بدون که لامپ ما متصل کنیم به برق میزدیم، دوباره اتصال کوتاه پیش می اومد. خب خروجی رو اندازم. یه لامپش هم تا که میبینید جای لامپ روشن شد، لامپ منبع تغذیه. روی تست ولتاژ میذاریم، خروجی رو میگیریم. بله همونطور که میبینید ولتاژش خیلی 4.5 ولته. یه پتانسیومتر اینجا داریم که اگه من اینو تغییر بدم چه حالت پیش میاد. این پتانسیومتر اینجا داریم میبینید که تو همین منابع تغذیه موجوده هست و مقدارش هم 1 کیلوه. با تغییرش هیچ عکس العملی دستگاه نشون نمیده. ترانزیستور قدرت داره داغ میشه. معمولا کاهش ولتاژ توی خروجی دلیلش ممکنه از